سلام، عنایت الله شهیدی هستم، پزشک و روانشناس بالینی. به دوره خودهیپنوتیزم، شرطی سازی و آرامش ذهن خوش اومدین. این دوره طراحی شده برای اینکه شما یک تجربه هیپنوتیزمی خیلی خوب داشته باشید. اما اصلا چرا لازم شد که این دوره رو داشته باشیم؟ من از سال 1373 یعنی حدود 30 سال پیش، الان که داریم این رو ضبط میکنیم، وارد آموزش هیپنوتیزم و استفاده از اون برای کاربرها شدم. اولش اون رو برای مراجعین استفاده میکردم. بعد از چند سال وارد انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به عنوان مدرس شدم و به روانپزشک‌ها، روانشناس‌ها و درمانگرها اون رو آموزش دادم. میتونم بگم که توی این حدود 30 سال شاید بیش از 10,000 نفر توی کلاس‌هایی که من یکی از مدرسینشون بودم آموزش دیدن و خیلی بیشتر از این عموم که توی دوره‌های خود هیپنوتیزم من شرکت کردن. این اطلاعات رو دارم بهت میدم برای اینکه بگم یه تجربه خیلی خوبی پشت این پروژه هست. پروژه‌ای که هدفش اینه که هیپنوتیزم رو در اختیار شما بذاره تا شما بتونی ازش برای خودت استفاده کنی. اسم این پروژه رو گذاشتیم آی هیپنوسیس و میخوایم هیپنوتیزم رو وارد خونه ها بکنیم و شما یاد بگیرید که چطور خودت بتونی به خودت کمک کنی. در واقع اگرچه وقتی یک اختلال بالینی جدی وجود داشته باشه لازمه که حتما از یک هیپنوتراپیست استفاده کنیم، اما اغلب کاربردهای هیپنوتیزم رو بدون نیاز به مراجعه به یک درمانگر خیلی ها میتونن برای خودشون توسط خود هیپنوتیزم انجام بدن و فوایدش رو دریافت بکنن. در واقع به طور علمی کاملا ثابت شده که هر هیپنوتیزمی یک خود هیپنوتیزمه. واسه همینه که شما میتونی یاد بگیری این رو برای خودت اجرا کنی بدون نیاز به درمانگر. اما برای اینکه این کار خوب انجام بشه لازمه که یک تجربه هیپنوتیزمی خوب اولش داشته باشی، ذهنت برای این کار شرطی بشه. نمیدونم با مفهوم شرطی سازی توی روانشناسی آشنایی داری یا نه و توی هیپنوتیزم. ببین خیلی وقتا رفتارهای ما به واسطه شرطی شدنها اتفاق میفته. این شرطی شدنها میتونه روی یک کلمه، روی یک اتفاق باشه. به عنوان مثال هر وقت که ما یک کلمه ای رو، مثلا کلمه مادر رو میشنویم، به طور شرطی ذهنمون میره به این سمت که یک شخص، یک ابژه‌ای هست، یک شخصی هست که مهربونه، از ما مراقبت میکنه. برای ذهن ما برای این کلمه شرطی شده. برای اینکه یک اتفاق بیفته شرطی سازی در واقع یک شورتکات، یک میانبر هست. وقتی که من بگم توپ، ذهن شما میره سراغ یک چیز گردی که احتمالاً توش هوا هست و به قول معروف میزنیم زمین، هوا میره، یعنی میشه باش بازی کرد. بنابراین این شورتکات ها، این میانبرها توی ذهن ما شکل میگیره. اگر شما بخواید هیپنوتیزم رو برای خودتون استفاده کنید و هر بار بخواید تمام اون مراحلش رو برای الغای حالت هیپنوتیزمی به کار بگیرید، زمان طولانی خواهد برد. اما اگر ذهنتون شرطی بشه با یه تکنیک، حالا تکنیک رو هم بهتون میگم، با یه تکنیک ذهنتون شرطی بشه، در واقع یک میانبری برای ورود به حالت هیپنوتیزمی دارید. خیلی سریعتر، خیلی راحتتر میتونید وارد حالت هیپنوتیزمی بشید. بنابراین امروز میخوام ضمن اینکه یک توضیح مختصری در مورد هیپنوتیزم میدم، به صورت کاملا کاربردی یک فایل هیپنوتیزمی به صورت فایل صوتی براتون پلی کنم که با کیفیت بسیار بسیار بالایی در یکی از بهترین استودیوهای تهران تحت عنوان استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده، توسط یکی از بهترین ادیتورهای صدای کشور به نام آقای دکتر نیکبین ادیت شده و در اختیار شما قرار گرفته. بنابراین فایل بسیار ارزشمندیه که 30 سال تجربه من پشتشه، تمام مطالعاتی که داشتم، تمام کارهایی که با مراجعین انجام دادم، اون چیزی که میدونم واقعا به درد شما میخوره برای شروع طبیعتاً به عنوان گام اول، و یک تولید بسیار بسیار حرفه‌ای. من دوست دارم که شما این رو بارها و بارها گوش بدید، هم برای شرطی شدن ذهنتون که البته بعد از یکی دو بار گوش دادن اتفاق میفته، هم برای آرامش ذهنی که در نتیجه این فایل توی ذهن شما اتفاق میفته.
یعنی میخوام هر وقت که نیاز داشتی به یک آرامش ذهنی برسی، یه جای آروم، راحت، یه جایی که کسی مزاحمت نباشه، دراز بکشی، بشینی یا لم بدی، با هدفون به این فایل گوش بدی و ببینی چه آرامش خوبی رو برات ایجاد میکنه. حالا چرا باید حتما با هدفون بهش گوش بدی؟ علتش اینه که ببین این فایل ادیتش یه جوریه که اصطلاحاً بهش میگن 8D یا 8 وجهی. به این معنی نیست که 8 تا اسپیکر وجود داره، اما یه جوری این ادیت صدا انجام شده و یه جوری صدا میچرخه توی گوش راست، چپ، بالای سر، پشت سر که این باعث میشه اون احساس در شما ایجاد بشه که انگار از چند تا اسپیکر داری به صدا گوش میدی. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اون شرطی سازی رو راحت تر میکنه و ورود شما به حالت هیپنوتیزمی رو بهتر انجام میده. بنابراین گوش کردن به این فایل هم باعث آرامش ذهنیت میشه، بنابراین میتونی بارها گوش بدی، هم ذهنت رو شرطی میکنه برای اینکه دفعات بعد که بخوای به فایل های هیپنوتیزمی دیگری گوش بدی یا خودت رو هیپنوتیزم بکنی راحت تر بتونی انجام بدی. البته آموزش خود هیپنوتیزم رو هم در دوره‌های بعدی خواهیم داشت. اگر برات جالبه میتونی به وبسایت ما یه سری بزنی ihypnosis.app. هم مطالب مفید بسیار زیادی اونجا برات گذاشتیم و همین که دوره‌های آموزشی خود هیپنوتیزم، حالا چه به صورت دوره جامع، چه عمومی، چه دوره‌های تخصصی، اگه به دردت بخوره اونجا میتونی ازشون اطلاع حاصل کنی. بنابراین با من و با پروژه آی هیپنوسیس همراه شو. برای اینکه یک هیپنوتیزم خوب رو تجربه کنی و برای اینکه یک خود هیپنوتیزم رو بتونی یاد بگیری، یکی از چیزهایی که لازمه اینه که بلد باشی بدنت رو ریلکس کنی، عضلاتت رو شل کنی. ممکنه فکر کنی این که کار سختی نیست، خب همه میتونن عضلاتشون رو شل کنن، اما به اون آسونی هم که الان فکر میکنی نیست. یه تمرینی با هم الان انجام میدیم تا تو ببینی که آیا واقعا آمادگیشو داری که بدنت رو کاملا ریلکس کنی یا نه. و این تمرین رو انقدر با هم ادامه میدیم تا یاد بگیری که چطور میتونی بدنت رو ریلکس کنی. این خیلی کمکمون میکنه که راحت‌تر بتونیم خود هیپنوتیزم عمیق و خوبی رو تجربه کنیم. برای این تمرین ببین، عضلات بدن ما به طور معمول یک انقباضی رو دارن که این انقباض غیر ارادیه. حواسمون به این انقباضه همیشه نیست که مثلا سرشونه هامون بی خود منقبضه و بالا قرار داره. اگه بهش توجه کنیم میتونیم ریلکس کنیم و بیفته پایین. الان میخوام یه تمرینی با هم انجام بدیم. فکر کن که دست چپت، حالا من با دست چپ دارم انجام میدم، فکر کن که دست چپت هیچ اراده ای از خودش نداره، شله، اصلا نمیتونه هیچ حرکتی بکنه. ما با دست راست میایم شست انگشت دست چپ رو میگیریم و این رو میاریمش بالا. ببین شله دیگه، یعنی یه جوری که من ولش کنم میافته. گرفتی چی شد؟ خب حالا این کار یه بار با من انجام بده. بعضیا وقتی که میارن بالا و ولش میکنن همینجا میمونه. این یعنی اینکه این عضله رو شل نکردن، رهاش نکردن. بعد ممکنه بگیم نه رهاش کنید، بعد اینجوری بشه، بازم شل نیست، یعنی خودت بردیش پایین. میخوام انقدر این رو با هم تمرین کنیم تا برسیم به اینجا. نگاه کن، این شله و فقط توسط دست راست من این رو بالا نگه داشتم، طوری که اگر ولش کنم به واسطه وزن خودش سقوط میکنه، میفته پایین و به طور طبیعی آخرش وامیسته. اینو تمرین کنیم با هم. اینو یه بار انجام بده. با هم انجام بدیم. ببین این دستو اینجوری نیار بالاها، اینم بازم یه اشتباهه. مثلا من به بچه‌ها میگم اینو بیارید، بعد اینو میارم بالا، این اصلا هیچ تکون نخوره. این شله. آقا بیا اصلا فکر کنیم، آقا خانم ببخشید، دوست عزیز، بیا اصلا فکر کنیم که دست چپمون فلجه. حله؟ دست چپمون فلجه. با دست راست میایم اینو میاریمش بالا، ولش میکنیم. حالا اینو یه بار انجام بده، من صبر میکنم. درسته، بیا بالا. بعد قبل از اینکه ولش کنی یه خورده اینجوری باش بازی کن، مطمئن باشی که شله و این رو منقبض نکنه، یعنی طوری که ولش میکنی بیفته، نه اینکه بمونه اون بالا یا فرود بیاد آروم پایین.
ولش کنی با وزن خودش بیفته. انجام بده. آفرین، این خیلی بهتر شد. حالا اینو الان دیگه این ویدیو رو خیلی طولانیش نکنم. میخوام این رو انقدر تمرین کنی که یاد بگیری. وقتی یاد بگیری که این عضلات شل باشه، میتونی کم کم یاد بگیری که عضلات دیگر رو هم میتونی شل کنی و بعد که مهارت بیشتری پیدا کردی، گاهی میتونی با یک نفس عمیق کل بدنت رو شل کنی. اما اول باید روی یک عضله به اندازه کافی تمرین کنیم. حالا که این تمرین رو انجام دادی، میتونیم وارد مرحله بعدی بشیم. مرحله بعدی چیه؟ تو مرحله بعدی من میخوام بهت یاد بدم که چطور از یه تکنیکی به نام تکنیک اشپیگل استفاده کنی برای اینکه به بالا نگاه کنی، چشماتو ببندی و خلاصه راحت‌تر وارد حالت هیپنوتیزمی بشی. پس این ریلکسیشن و اشپیگلی که توی اپیزود بعدی میبینی کمکت میکنه که آماده بشی برای اون فایل شرطی سازی و آرامش ذهن که بعد از اون بهش گوش میکنی. یک تجربه فوق‌العاده خواهد بود. موفق باشی. خب تا الان با مفهوم شرطی سازی آشنا شدی و میدونی که ریلکس کردن بدن یعنی چی. اما ما برای ورود به حالت هیپنوتیزمی باید از انگار یه دری عبور کنیم که بریم توی حالت هیپنوتیزمی. مطالعات زیادی در این مورد شده. هیپنوتراپیست های معتبر جهانی همه اینها رو بررسی کردن. دو روانپزشک، پدر و پسر به نام هربرت اشپیگل و داوید اشپیگل، متوجه شدن که نگاه کردن به سمت بالا و بستن پلک ها در حالی که داریم به بالا نگاه میکنیم باعث چرخش کره چشم میشه هنگام بستن پلک ها و این از لحاظ بیولوژیک یک میانبری هست برای ورود به حالت هیپنوتیزمی. فایلی رو که قرار امروز گوش بدی تحت عنوان شرطی سازی و آرامش هیپنوتیزمی یا آرامش ذهن با همین تکنیک آغاز میشه و شما اینجوری وارد حالت هیپنوتیزمی میشی. اما بعداً توی اون فایل عمیق سازی انجام میشه و شما رو به عمق مناسبی از هیپنوتیزم هدایت میکنه. میخوام قبل از اینکه به فایل گوش بدی یه بار به چشمای من نگاه کنی. من اینو انجام بدم یا حتی 2 بار. تو هم میتونی اگه خواستی با من انجام بدی. بار اول انجام نده، بذار بار اول خودم انجام بدم. تو فقط نگاه کن. بار دوم با هم انجام میدیم. اینو دارم میگم برای اینکه وقتی که اون فایل رو داری گوش میدی دیگه دقیقاً بدونی باید چیکار کنی. اونجا فکر نکنی که آیا دارم درست انجام میدم یا نه. پس عینکمو ور میدارم، به چشمای من نگاه کن. اون کاری که من انجام میدم رو اول ببین، یاد بگیر، بعدش یه بار دیگه انجام میدم، شما با من انجام بده که وقتی فایل رو گوش کردی دیگه خیلی راحت و نرم بتونی این رو اجرا کنی. حواست به چشمای من باشه لطفاً. ببین این تکنیک آیرال یا چرخش چشم به این شکله. سرت رو ثابت نگه میداری، با چشمای باز به بالا و به ابروهای خودت نگاه میکنی. در حالی که کاملا داری به بالا نگاه میکنی، حتی انگار میخوای به پشت سرت نگاه کنی. در حالی که کاملا داری به بالا نگاه میکنی، آروم پلکات رو ببند، یک دم عمیق و یک بازدم آروم انجام بده و اجازه بده کره چشم در پشت پلک ها به حالت ریلکس اولیه برگردن و بذار آرامشی که در نتیجه بسته شدن پلک ها توی چشم ها ایجاد شده به تمام بدنت پخش بشه. به تمام بدن. یاد گرفتی؟ این همین تکنیک چرخش چشم بود. این آغاز همه هیپنوتیزم های ماست، چون واقعا یک میانبر خیلی خوبیه. یه بار دیگه من انجام میدم، اگه دوست داری با من انجام بده و بعدش هم میتونی حالا این ویدیو رو هر چند بار که خواستی دوباره این یه تیکش رو پلی کنی که خوب این رو یاد بگیری. پس یه بار دیگه من انجام میدم. این شکلیه. در حالی که سرمون رو ثابت نگه داشتیم با چشمای باز به بالا و به ابروهای خودمون نگاه میکنیم. بازم بالاتر، انگار میخوایم به پشت سرمون نگاه کنیم. در حالی که کاملا به بالا نگاه میکنیم، آروم پلکامون رو میبندیم، یک دم عمیق، یک بازدم آروم و اجازه میدیم کره چشم به حالت ریلکس اولیه برگرده. عضلات ابروها، پلک‌ها، پیشونی و پوست سرمون شلا ریلکس بشه و آرامشی که در نتیجه بسته شدن پلک‌ها توی چشم‌ها ایجاد شده
به تمام بدنمون پخش میشه، به تمام بدن. خیلی عالیه. خب هدف این بود که من فقط بهت یاد بدم که این تکنیک اسمش از اشپیگل دیگه، چون گفتم که اون پدر پسر فامیلیشون اشپیگل بود. این تکنیک اشپیگل رو خواستم بهت یاد بدم که بتونی این رو اجرا کنی. توی اون فایلی که تا چند ثانیه دیگه میتونی بری و گوش بدی، من همین جوری شروع کردم. بنابراین الان دیگه آماده ای که یه جایی راحت دراز بکشی، بدنت رو شلو ریلکس کنی، جایی که نور خیلی زیادی نباشه، یه نور ملایم باشه یا حتی تاریک باشه، تلفنت رو سایلنت کنی، کسی مزاحمت نشه، یه حدود 21-2 دقیقه‌ای برای خودت وقت بذاری و این رو تجربه کنی. مطمئنم تجربه منحصر به فرد و خوشایندی خواهد بود. موفق باشی.